سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستداران فیلم و سریال. به کانال خودتون فیلم باز خوش آمدید. اینجا بهترین فیلم ها و سریال های روز دنیا رو معرفی میکنم. خب برای اینکه از اصل فیلم ها و سریال ها یه چیزی دستگیرتون بشه و متوجه بشید که مطلبشون درباره چی است، مختصر مفید بهتون توضیح میدم. بریم سراغ معرفی 5 فیلم زیبا که امروز براتون آماده کردم. شماره 1، فیلم بار دستی. سال ساخت این فیلم زیبا 2024 می باشد. این فیلم محصول کشور آمریکاست. ژانر فیلم اکشن و جنایی می باشد. داستان درباره یک افسر جوان اداره امنیت حمل و نقل به نام ایتان است که مجبور می شود در شب کریسمس اجازه ورود نوعی عامل عصبی به هواپیما را بدهد و او حالا تلاش می کند تا مانع این حمله تروریستی شود و همچنین از خانواده خود محافظت کند. موضوع و داستان این فیلم از همان ابتدا یادآور آثار اوایل قرن 21 میلادی می باشد که در آن شاهد تهدید تروریستی و مرگبار هستیم که در آن زمان رونق پیدا کرده بود. حالا فیلم چمدان یا بار دستی این روزها را بازسازی می کند. فیلم دومی که براتون آماده کردم میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست خدمه پاکسازی. سال ساخت این فیلم 2024 است. این فیلم محصول کشور آمریکاست. ژانر فیلم اکشن و جنایی می باشد. ماجرای فیلم داستان گروهی از متخصصان حرفه‌ای به نام تیم پاکسازی است که برای مقابله با پیچیدگی‌ها و پیامدهای جنایت‌های بزرگ استخدام می‌شوند. این گروه وظیفه دارد تا شواهد جرم‌ها، جنایت‌ها و خرابی‌های ناشی از آنها را پاکسازی کرده و برای گروه مجرمانه نامری باقی بماند. فیلم با تمرکز بر شخصیت اصلی این تیم که یک کارآگاه سابق و با تجربه ویژه است آغاز میشه. آنها در یکی از مأموریت‌هاشان به طور کاملا ناخواسته درگیر یک توطئه بزرگ میشن. توصیه میکنم این فیلم زیبا را ببینید و لذت ببرید. معرفی فیلم سوم. اسم این فیلم است الیاس. سال ساخت این فیلم زیبا 2024 می باشد. این فیلم محصول مشترک دو کشور بلژیک و فرانسه است. ژانر فیلم اکشن می باشد. فیلم الیاس داستان یک سرباز سابق نیروهای ویژه به نام الیاس را روایت می کند. او پس از انجام مأموریت‌هایی در افغانستان دچار ترس و انزوا شده. او در تلاش است تا از زندگی قبلیش فرار کرده و زندگی جدیدی را آغاز کند. اما گذشته‌اش دوباره او را پیدا می کند و درگیر مشکلاتی می شود که او را وادار می کند با ترس‌ها و خطاهای گذشته روبرو شود. او که اکنون به زندگی منزوی روی آورده برای تامین امنیت آمینیا و دخترش نور استخدام می شود. این دو نفر برای تعطیلات از خاورمیانه به اروپا سفر کردند. الیاس در حین انجام وظیفه متوجه تهدیداتی می شود که زندگی آنها را در خطر قرار می دهد. فیلم بعدی که قصد معرفی کردنش رو برای شما دارم اسمش هست در آستانه. سال ساخت این فیلم 2017 می باشد. این فیلم محصول مشترک دو کشور چین و هنگ کنگ است. ژانر فیلم اکشن و ماجرایی است. ماجرای فیلم ساو گاو یک افسر پلیس بی‌پروا و نترس است که در حال پیدا کردن شینگ، یک قاچاقچی طلای بازار سیاه است. او که به بهانه تجارت ماهیگیری کارهای پنهان انجام میده تا کسی متوجه کارهاش نشه. اون وقتی متوجه میشه که شینگ به دنبال تاق طلای زیر آب یک رئیس سگانه میرود، ساوگو برای شکار طعمه خود به دریای آزاد میره. شینگ بچه یتیمی که توسط رئیس اوباش عملیات قاچاق طلا به فرزندخوانده گرفته شده است. گائو توسط پدرخوانده‌اش به سرپرستی پسر بی‌تجربه و گستاخ و وارث شاوئی در زمانی که وضعیت سلامتی وی بدتر می‌شود به او سپرده می‌شود. با این حال شاویینگ دوست ندارد که شینگ به او بگوید که چه کاری انجام دهد و قصد دارد شینگ را بکشد تا بتواند به طور کامل جانشین پدرش شود. فیلم آخری هم که قرار امروز بهتون معرفی کنم اسمش هست مرد یخی یا مسافر زمان. سال ساخت این فیلم 2018 می باشد. این فیلم محصول دو کشور شرق آسیا یعنی چین و هنگ کنگ است. ژانر فیلم اکشن و کمدی می باشد. ماجرای فیلم نگهبان امپراتوری
پس از خیانت اطرافیانش به صورت تصادفی زیر برف دفن میشه و در زمان منجمد میشه. 400 سال بعد او باز میگرده تا نبرد نیمه تمامش رو به پایان برساند. خب دوستان، این 5 فیلم زیبا رو ببینید و لذتش رو ببرید. دنبال کردن فراموش نشه. کانال فیلمباز جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های روز دنیا رو معرفی می‌کند.